در ابتدا به خاطر افتتاح جشن استقلالیت کشور و به خاطر این جشن بزرگ و این روزی واقعا هم مهم برای ملت تاجیک، ما از یک گروه کودکان تاجیک، کودکانی که در اینجا وجود دارند، حضور دارند، دعوت میکنیم تا برای سرود ملی تاجیکستان تشریف بیارند. خورترکان بفرمایند. دیاری ارجمندی ما به وقتی مادری عزیزی تو بلند باد، سعادتی تو دولتی تو بگذند باد، زی دوری زمان ها رسیدهیم، به زیر پرچمی تو صف کشیدهیم. زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. آفرین بگذارید. تشکر میکنیم از این خورترکان، از اینایی که واقعا اگرچه دور از وطن باشند با یاد وطن هستند و برای این وطن فکر میکنند و امیدواریم که آینده این وطن اینها هستند و آزادی و استقلالیت واقعی وطن را به وطن برخواهند گرداند. خب دوستان عزیز، با این سرود ملی ما برنامه جشن استقلالیتمان را آغاز میکنیم و من دیگر حاشیه زیاد نمیروم و مستقیما دعوت میکنم از سخنرانهای این همایش که لطف کرده تشریف بیارند به منبر. یکی از سخنرانهای ما در این برنامه استاد علیم شیرزمانوف هستند در موضوع موافقان و مخالفان استقلال که ازشون دعوت میکنیم به جایگاه تشریف بیارن. بفرمایید اخی علیم. سخنران دیگری ما که در اینجا سخنرانی خواهند داشت و ما از اون استفاده خواهیم کرد با موضوع استواری و پیروزی، جناب استاد محمد سعید رضایی تشریف بیارند به جایگاه. بفرمایید استاد. سخنران دیگری که در موضوع استقلالیت و فرصت‌های اقتصادی سخنرانی خواهد کرد و ما می‌خواهیم با ایشان در این موضوع با هم بشنویم که درباره استقلالیت اقتصادی و اون چی که فرصت‌های اقتصادی که در این زمان استقلالیت داشتیم. جناب شراف‌الدین گدایف بفرمایید به جایگاه. خب دوستان، ما در این میان باز شخصیت ها و افراد را داریم که از سالار برای سخنهای تبریکاتی دعوت خواهیم کرد و در یا اینکه میتوانند بعضی ها اطراف سخنرانی های این دوستان محاکمرانی های خود را ادامه دهند. یعنی بعد از بعضی سخنرانی ها ما میتوانیم یک فرصت در اختیار شما بگذاریم، شما سخنرانی ها را بشنوید و اگر انتقاد، پیشنهاد یا اضافه به این سخنرانی ها داشتید میتوانید که آن را از تالار تشریف بیارید و ارائه کنید. ما در آخر یک سخنرانی دیگر هم داریم، سخنرانی جنبستی که خب بعداً اعلان خواهیم کرد.